حدود ساعت 8:10 شب بود که 2 افسر پلیس در حال گشت زنی بودند که متوجه شدن از یه تپه روبروشون شدیداً داره دود آتش سوزی بلند میشه، اما به وضوح مشخص بود که اون از جنگل‌های روبرو نبود بلکه از یک خونه داشت بلند میشد. سریعاً بیسیم زدن و نیروهای آتش نشانی رو به اونجا اعزام کردن. در واقع جایی که آتش گرفته بود یه خونه پرماجرا بود. ماجراهای ترسناک خانواده آتر که سالیان سال سر زبونها افتاده بود و شایعات ترسناک زیادی راجبش وجود داشت. این عمارت شماره 999 که یک عمارت خیلی بزرگ و مجلل بود توی خیابون رودیو گالچ رود توی سانتا کروز بود. اینجا همون خونه‌ایه که سالیان سال مردم رو به وحشت مینداخت و یک پرونده بسیار مرموز رو توی سال 1970 به جا گذاشت. سلام، من کیمیام و اینجا چنل دارکیمه، جایی که ما به اعماق دارک پرونده‌های جنایی سفر میکنیم. همه ی جریان از جایی شروع میشه که اون 2 افسر متوجه ی آتش سوزی خیلی عظیم میشن. وقتی با آتش نشانا به اون خونه میرن متوجه میشن که آتش سوزی که فکرش رو میکردن بسیار عمیق‌تر و بیشتر از اون چیزی هستش که براش آماده بودن. خونه و اون عمارت بزرگ واقعا داشت توی آتش میسوخت، تا حدی که گرماش پلیس و آتش نشانها رو اذیت می‌کرد. صحنه خیلی ترسناک و البته دردناک بود، چون که آتش نشانها فکر می‌کردن که احتمالاً کسایی توی اون خونه هستن که الان در خطرن. اما مسئله این بود که اونا خیلی خوشحال شدن بعد از اینکه فهمیدن هیچ کس توی اون خونه نیست. این برایشون واقعاً خوشایند بود، به خاطر اینکه حداقل جون کسی به خطر نمیافتاد یا یک حادثه بزرگ رخ نمیداد. فقط یک خونه بود که کلی تجملی بود و داشت توی آتیش میسوخت. اونا شروع کردن به خاموش کردن آتیش و از ته قلبشون آرزو میکردن که واقعا کسی توی خونه نباشه. مسئله این بود که اونا درست فکر میکردن و کسی توی این خونه نبود، اما این به این معنی نیست که اتفاق شومی توی اون خونه نیفتاده. یه سری چالش ها داشت براشون خاموش کردن آتیش اون خونه که اولیش ورود به خونه بود، به خاطر اینکه 2 ماشین خیلی گرون قیمت دم در پارک شده بودن به شکلی که نفوذ رو به خونه تقریبا غیر ممکن میکردن. اما اونا راهی نداشتن جز اینکه با هر زوری که شده وارد خونه بشن. برای همین شیشه و آینه‌های بغل رو شکوندن تا یک جوری بتونن در رو باز بکنن. آتش نشانا تصمیم گرفتن که به خاطر اینکه خیلی قدرت آتش زیاد بود و خیلی زود پیش میرفت از استخری که توی خونه بود کمک بگیرن. البته این استخر که میگم توی خونه بود منظور اینه که توی حیاط واقع شده بود، درست همین جایی که توی عکس میبینید. همین استخر و اتفاقی که اون شب اونجا افتاد باعث میشه که تا سالیان سال این خونه به یک خونه جن زده تبدیل بشه. اهالی سانتا کروز میگفتن که این خونه برای سالیان زیادی متروکه مونده بود و کسی حتی جرئت نمی‌کرد به خرابه‌هاش نزدیک بشه، به خاطر اینکه ارواح هنوز همونجا سرگردونن. اتفاقی که برای این خانواده توی این خونه افتاده بود غیر قابل وصف. معطل نکردن و سعی کردن که از آب استخر کمک بگیرن و پمپاژش کنن توی خونه. یکی از نیروهای پلیس برای اینکه به آتش نشانا کمک بکنه توی استخر یک چراغ قوه انداخت. همین جا بود که هر کسی اون لحظه داشت توی استخر رو نگاه میکرد مو به تنش سیخ شد. اونا صحنه‌ای رو دیدن که اصلا فکرش رو هم نمیتونید بکنید. یک صحنه خیلی وحشتناک که کسی جرأت نداشت بهش نگاه بکنه. آب برق میزد و خیلی شفاف بود. همین باعث میشد که چیزی که درست روی آب معلق بود رو به شکل کامل بتونن ببینن. وقتی نزدیکتر رفتن متوجه شدن که یک انسان به حالتی که بدنش خونیه و خونش داره توی استخر میریزه، دست و پاش بسته است و همینطور چشمهاش روی آب شناوره و به نظر میاد کاملا مرده. در واقع اونا اونجا یک جسد رو داشتن. خب این در درجه اول ترسناک و دردناک بود، اما پلیس نمیدونست که با چه صحنه وحشتناکتری قراره روبرو بشه. در ابتدا پلیس اینطوری بودن که اوکی، احتمال میره که یک پسر بچه توی خونه تنها بوده، خونه آتیش گرفته و این پسر بچه آسیب دیده، به خاطر همین پریده توی آب و در نتیجه خفه شده. اما قضیه خیلی فراتر از این حرفا بود. اونا بیشتر سعی کردن کنکاش بکنن و متوجه شدن که اجسام و در واقع اجسادی که توی آب هست بیشتر از جسد یک پسر بچه است.
همین باعث شد که نیروهای پلیس اخطار بدن که باید چند تا نیروی متخصص رو سر صحنه جرم به خونه 999 بفرستید تا ما بتونیم بیشتر تحقیق بکنیم، چون به نظر میاد نه آتش سوزی اینجا عادیه نه خفگی در استخر. این پرونده درست زمانی اتفاق افتاد که قتل‌های مختلف چارلز منسون که مرتبط با فرقش بود اتفاق افتاده بودن و مردم همینطوریش هم روحیه جریحه دار شده‌ای داشتن و چنین اتفاقی واقعا میتونست پلیس رو بترسونه که نکنه باز هم داره همچین اتفاقایی میفته و فرقه های جدیدی در حال پیدایش هستن. به هر حال وقتی نیروهای متخصص سر صحنه جرم آماده شدن و اجساد رو یکی پس از دیگری از استخر کشیدن بیرون، در نتیجه اونا 5 تا جسد رو داشتن. 5 تا جسدی که به شکل وحشیانه‌ای به قتل رسیده بودن و خونه‌ای که مدام داشت توی آتیش میسوخت. مردم کم و پیش متوجه اتفاق ترسناکی که توی خانواده آتر افتاده بود شدن. اما این خانواده کی بودن و چرا به قتل رسیده بودن؟ پرونده‌ای که در پیش رو هست یک پرونده فوق‌العاده جدی و بحث برانگیز برای پلیس و صد البته مردم سانتا کروز بود. نکات زیادی راجع به اجساد وجود داشت، اما چیزهایی که با چشم میشد دید و فهمید این بود که به وضوح مشخص بود که یک قتل وحشتناک اتفاق افتاده، یک قتل دست جمعی که مشخص نبود چند تا قاتل داره و به چه هدفی انجام شده. اول پلیس فکر میکردن که احتمالاً قتل‌ها آیینی بودن به خاطر اینکه شواهد و امضاهای قاتل کاملا شبیه به هم دیگه بود. همه اجساد دست و پاشون بسته شده بود به همراه چشمهاشون و بدنشون خون ریزی داشت. اجساد همون طوری که بودن برای کالبد شکافی منتقل شدن. خانواده آتر اشخاص ثروتمندی بودن، دارای ماشین‌های زیادی که گل سرسبدشون یک رولز رویس بود که آخرین مدل بود. اونا رو همگی میشناختن. آقای ویکتور آتر، مرد 46 ساله‌ای که دکتر بود، صاحب این عمارت زیبا بود. عمارتی که هر کسی طمع میکرد تا ازش دزدی بکنه و پلیس در ابتدا همین فکر رو میکرد. احتمالا یک دزدی در کاره، اما باید توجه داشت که قتلی که اتفاق افتاده بود فراتر از یک گروگانگیری یا یک قتل به خاطر دزدی بود و پلیس این رو خوب میدونستن. بعد از آقای ویکتور که پدر این خانواده بود، ویرجینیای 43 ساله و دریک 12 ساله و تیگر 11 ساله بود. تیگر همون کسی بود که اولین نفر جسدش پیدا شد. در آخر پنجمین نفر منشی آقای ویکتور، دختری به اسم دوروتی کادولر بود. پزشکی قانونی اولین چیزی که از اجساد متوجه شد الگوی شبیه به هم در قتل بود. همه از پشت سر با شلیک گلوله به قتل رسیده بودند، اما نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت بود این بود که گلوله ها و اسلحه هایی که باهاشون شلیک شده بود با هم دیگه متفاوت بودن که همین پلیس رو خیلی گیج می‌کرد. به نظر میومد که قاتل سعی می‌کرده با این کارش چیزی رو به پلیس ثابت بکنه. قاتلی که توی این پرونده داریم و پلیس میدونست که پیش رو هست، مطمئناً از پلیس هیچ ترسی نداشت، چون معمولاً همه قاتلین در سراسر دنیا اینطورین که سعی میکنن شواهد رو از بین ببرن یا دست کم یه کاری بکنن که هرچی دیرتر پلیس متوجهش بشه. هرگز خونه رو آتیش نمیزنن که با دودش مردم متوجه بشن و هرگز اجساد رو سر صحنه جرم رها نمیکنن. اما این قاتل این کار رو انجام داده بود که همین پلیس رو میترسون که 100% این قتل‌های وحشتناک از یک فرقه ترسناک میان و یا یک قتل آیینی و شیطان پرستی. تنها کسی که با یک کالیبر 38 کشته شده بود ویرجینیا، مادر خانواده بود و بقیه مقتولین با یک کالیبر 22 به قتل رسیده بودن. اینکه تعداد مقتولین 5 نفر بوده و اسلحه ها 2 تا بودن میتونست به پلیس ثابت بکنه که احتمالاً قاتل نه بلکه قاتلینی در کار باشن، چون هیچ وقت یک نفر نمیتونه 5 نفر رو به قتل برسونه، حتی اگه سنشون کم باشه، ناتوان باشن یا هر دلیل دیگه‌ای تا حدودی میتونن مقاومت بکنن یا حتی قاتل رو شکست بدن. پلیس میدونستن که اوضاع بسیار خیت است و میتونه خیلی ترسناک باشه و ناامنی رو به مردم بده، اما وقتی خبرنگارا سراسیمه و با استرس فراوون ازشون پرسیدن که توی این خونه چه اتفاقی افتاده، اونا جواب دادن که
ما هنوز نظری نداریم. فقط میدونیم که احتمالش هست که فرقه‌ای نباشه و ربطی به هیچ فرقه‌ای نداشته باشه. چون میدونست که مردم همه منتظرن بفهمن که آیا واقعاً دوباره در خطر هستن و دوباره یک فرقه شروع به فعالیت کرده و قرار اونها رو بکشه. اما واقعیت چیز دیگری بود. پلیس فهمیده بود که دست یک فرقه در کاره، اما به مردم نمیگفت تا وحشت نکنن. اونا خوب میدونستن که قتل‌هایی که صورت گرفته بسیار وحشتناکه و مردم در خطرن، اما چیزی نگفتن و گفتن که نظری نداریم و بعداً راجبش صحبت میکنیم. اما جریان دقیقاً از کجا شروع شد و پلیس چجوری فهمید که این قتل‌ها خیلی فراتر از یک قتل عادی هستن؟ وقتی متوجه شدن که نه این آتش سوزی و نه اجسادی که توی استخر هستن اتفاقی نیستن، خودکشی نیستن یا آتش سوزی همینجوری الکی اتفاق نیفتاده، رفتن و مو به مو صحنه جرم رو گشتن، سانت به سانت بررسی کردن تا متوجه بشن آیا فرقه یا گروه یا هر چیز دیگری که توی این قتل و آتش سوزی دست داشته آیا براشون نامه‌ای به جا گذاشته. معمولاً کار اون گروه ها و فرقه ها اینه که یه سری نامه ها رو جا میذارن و اهدافشون رو به پلیس میگن و پلیس همون چیزی رو که فکرش رو میکرد سر این صحنه جرم پیدا کرده بود. در واقع به نظر می اومد که سرگروه کسایی که این قتل رو مرتکب شدن با ماشین تایپ آقای ویکتور برای پلیس یک نامه گذاشته. یه نامه عجیب و غریب. هرچند کلماتش ساده بیان شده بودن اما اون رو وحشتناک میکردن. چون معنی و مفهوم خاصی نداشتن و پلیس یا هر آدم عادی میتونست بفهمه که یک آدم روانپریش این نامه رو نوشته. متن نامه اینجوری شروع میشد: هالووین 1970. امروز جنگ جهانی سوم شروع شد توسط مردم دنیای آزاد. از این به بعد هر کسی یا هر گروهی به طبیعت آزار برسونه با مجازات مرگ توسط مردم دنیای آزاد روبرو میشه. پلیس نمیدونست که مردم دنیای آزاد کیا میتونن باشن و شاید این یک اسم گروه بود. از امروز تا مرگ می جنگیم تا هر کسی که از این طبیعت و سیاره محافظت نکنه رو بکشیم. مادیگرایی باید بمیره وگرنه انسانیت نابود میشه. شوالیه چوب دستی، شوالیه جام و شوالیه سکه ها و شمشیرها و تمام. این نامه بی سر و ته تموم شد. به نظر می اومد یک نفر خیلی طبیعت رو دوست داره اما آدمایی که بیگناه توی این طبیعت زندگی میکنن رو نه. اما باید ادامه پرونده رو بشنوید که بفهمید گناه این خانواده چی میتونست باشه که همچین بلایی سرشون اومد. اون موقع میتونید کاملا تصمیم بگیرید که آیا واقعا حق با اون گروه بود یا حق با مقتولین. تنها جایی که میتونستم از این نامه رو معنی کنم همون شوالیه ها بود. در واقع این شوالیه ها برمیگشت به تاروت. کارت های تاروت که نمادهای مختلفی دارن. شوالیه جام یعنی رفتار با احساس و دلسوزی. سکه یعنی پیگیری هدف به صورت منظم و شمشیر هم نماد استفاده از عقل و منطقه. به نظر میاد کسایی که همچین کار وحشتناکی کردن خودشون رو صاحب عقل میدونن، هدف مشخص و با احساس و دلسوز هستن نسبت به طبیعت. البته این برداشت من از اینها بود و ممکنه برداشت شما خیلی متفاوت تر باشه. یه نکته قبل از ادامه پرونده بهتون بگم که من این صدا میخورده گرفته به خاطر اینه که نصف شبه. قاعدتا گلوی آدم نصف شب و یه خورده فرق میکنه. الان ساعت 4 صبح، در واقع نصف شب نیست. به خاطر اینه که صدا میخوره تغییر میکنه چون بعضیاتون میبینن پرونده هایی که نصف شب و ضبط میشن و زیرش مینویسید که چرا صداتو اینطوری میکنی؟ صدامو طوری نمیکنم چون نصف شبه. اینجوری به نظر میاد. خب قاعدتاً پلیس بعد از اینکه تمام شواهد رو بررسی کرد و پله پله داشتن جلوتر میرفتن به این نتیجه رسید که احتمال داره که هدف از قتل چیز دیگری باشه چون با یک عمارت خیلی بزرگ روبرو بودن و قاعدتاً هر آدمی میتونست طمع کنه که چیزهایی رو ازش بدزده. برای همین بدون معطلی اونا رفتن تا شواهد رو بررسی کنن. آیا چیزی از سر صحنه جرم و توی خونه آقای ویکتور دزدیده شده یا نه؟ خیلی عجیبه. پلیس انتظارش رو نداشتن اما متوجه شدن که ماشین گرون قیمت خانم ویرجینیا دزدیده شده. جالبه بدونید که اونا خیلی ثروتمند بودن. همونطور که بهتون گفتم عادی ترینشون میتونست رولز رویس باشه و هر کدومشون یه ماشین داشتن و حتی ماشین منشیه هم اونجا بود که ماشینی بود که آقای ویکتور براش خریده بود تا بتونه راحت رفت و آمد بکنه و این منشی کسی بود که کارهای شخصیشون هم تقریباً انجام میداد. یعنی اگه کاری باش داشتن بیش زنگ میزدن و ازش کمک میخواستن.
رابطش کلا با این خانواده خیلی خوب بود. گذشته از اینا این خانواده ثروتمند یک ماشین داشتن که متعلق به خانم ویرجینیا بود. این ماشین سبز رنگ که فکر میکنم رنگش سبز پولداری بود، از اون سبزهای تیره، اولدسموبیل سال 1968 بود. وقتی اموال اینا رو بررسی کردن متوجه شدن که این ماشین جاش خالیه و توی پارکینگ نیست، برای همین احتمال دادن که اشخاصی اون رو دزدیدن. برای همینم خب خیلی خوب بود و میتونست خیلی به پرونده کمک بکنه، چون هر کجا که مردم این ماشین مدل بالا رو میخواستن ببینن، مخصوصا توی اون رنگ خاص، میتونستن بفهمن که متعلق به این خانواده است و این گونه میشد خیلی راحت قاتل رو پیدا کرد. برای همین به مردم هشدار دادن که هر جا چنین ماشینی رو دیدن سریعا به پلیس خبر بدن. از اونجایی که همه میترسیدن ردی از فرقه چارلز منسون باقی مونده باشه یا فرقه های دیگه جوگیر شده باشن و تشکیل شده باشن، همگی واقعا توی ترس فرو رفته بودن. و خب چارلز منسون اینطوری بود که موهای بلندی داشت، ریش پرپشتی داشت و جالبه بدونید تمام کسایی که اون اطراف زندگی میکردن، مخصوصا اعضای گروه هیپی ها که ریشای بلندی داشتن، پرپشت بود و موهای بلندتر نسبت به بقیه داشتن، همه رفتن از دم کچل کردن به خاطر اینکه کسی بهشون شک نکنه یا بهشون تهمت نزنن. در واقع بیگناه بودن، اما این کارو میکردن که مردم بهشون شک نکنن، که فکر کنن شاید عضو فرقه منسون بودن و الان دارن تکثیر میشن. مردم که حسابی آگاهانه حرکت میکردن و حواسشون چارچشمی به اطرافشون بود، هر گزارشی که به دستشون میرسید، چششون میدید، حدس میزدن رو به پلیس میدادن تا کمی کمک کرده باشن به این پرونده ترسناک. از اونجایی که این خانواده هم سرشناس و بیازار بودن، وای به حال کسایی که یه خورده ماجرا پشتشون بود یا فقیرتر بودن، خیلی بیشتر میترسیدن، چون قاعدتا اون خونه خیلی امنیت بالایی داشت و بقیه خانواده هایی که فقیرتر بودن خیلی بیشتر میترسیدن که نکنه شبونه به خونهشون نفوذ بشه و کسی بخواد باشون کاری داشته باشه. اما همه اینا گذشت تا به روز یکشنبه رسید، روزی که توش اتفاق نسبتاً مهمی افتاد، جایی که این پرونده رسما به نقطه عطف خودش رسید. ساعت 4:45 بعد از ظهر بود. شخصی با یک موتور توی تونل رنکن در حال رانندگی بود و با سرعت داشت میرفت که با یک ماشین تصادف کرد. ماشین اولدسموبیل 968 به رنگ سبز که یک سرنشین داشت. وقتی با این ماشین تصادف کرد که راننده اونقدر هول کرد که از ماشین پیاده شد و ماشین رو آتیش زد و فرار کرد. این شهروند وقتی همچین صحنه‌ای رو میبینه سریع به پلیس خبر میده، هم به خاطر تصادفی که اتفاق افتاده بود، هم به خاطر ماشین و مدلش و ریاکشن خیلی عجیب کسی که راننده بود. وقتی پلیس خیلی سریع اونجا سر رسیدن، مردم کم کم جمع شده بودن، به خاطر اینکه میدونستن که کسی که در واقع قاتل هست و میتونه مظنون باشه حتما همین نزدیکی هست. وقتی پلیس چک کردن موتور رو، متوجه شدن هنوزم گرمه. این به این معنیه که قاتل نمیتونسته خیلی دور بشه، چون هنوز موتور ماشین سرد نشده بود. درست این ماشین همون ماشینی بود که متعلق به خانواده آتر بود که به قتل رسیده بودن. وقتی خبر رسید که چنین ماشینی پیدا شده و قاتل فرار کرده، پلیس که مطمئن شده بود دیگه داره گند اون فرقه و این داستانا در میاد، از مردم خواست که اگر کسی رو میشناسن که چنین حرفای عجیب غریبی میزنه و چنین افکاری داره و به نظر میاد میتونه یه قتل انجام بده یا سرگروه یک فرقه بشه، به پلیس خبر بدن. و درست همینجا بود که بعد از پیدا شدن ماشین اتفاقات خیلی جالب تری توی پرونده افتاد. چندین نفر ادعا میکردن که شخصی رو میشناسن که دقیقاً همین حرفا رو میزنه و همچین عقایدی داره. چیزی که راجع به این آدما مشترک بود این بود که همشون میترسیدن بخوان چیزی به پلیس بگن. از طرفی میخواستن کمک بکنن به پلیس، اما از طرف دیگه میترسیدن که اون شخص براشون دردسر درست بکنه، چون آدم نرمالی نبود. جالبه بدونید این اشخاص از وجود هم خبر نداشتن، یعنی نمیدونستن که خانم بی یا آقای ایکس میخواد بیاد این گزارش رو بده، اما همشون نظرهای یکسان و ترسای یکسانی داشتن که پلیس بیشتر دلش میخواست از زیر زبونشون بکشه که دارن راجع به کی حرف میزنن. جالبه بدونید که همه اونا یه اسم به پلیس دادن، اسمی که خیلی توی این پرونده مهمه و دقیقاً همون کسی هست که پلیس دنبالش میگرده. روند دستگیری قاتل به همین سادگی نیست. اونا فقط یک اسم داشتن و شخص رو نداشتن. روند دستگیری خیلی عجیبتر و جالبتر و حتی فانتر از چیزی هستش که فکر میکنید.
دستگیری یک نفر، نه یک فرقه، یک نفر آدم که اقدام به چنین قتل وحشتناکی کرده به شکل خیلی مضحکی بود. اما این آدم کسی نبود جز جان لیندلی فریزر که جان پاسکال فریزر هم میشناختنش، که این پاسکال جریان طولانی داره که در ادامه بهتون میگم. کسایی که اسمش رو میگفتن که گیاهخواره و جدیداً خیلی راجع به طبیعت و این داستانا صحبت میکنه و میگه که آدما میخوان به طبیعت آسیب بزنن. قبل از اینکه به اون کلبه‌ای که اون اتفاق خیلی عجیب توش افتاد و تمام ماجراهای بگیر و ببندی که پلیس با این آدم داشت بهتون توضیح بدم، بهتره که یه خورده راجع به گذشته عجیب و غریب این آدم کنکاش بکنیم و شخمش بزنیم و از همه فصله عجیب زندگیش صحبت بکنیم. در واقع جان که یک پسر خوشتیپ بود 24 سالش بود توی این پرونده و همین برای پلیس خیلی عجیب بود که دارن دنبال یک پسر 24 ساله میگردن که چنین قتلای فجیعی رو انجام داده. اونا ظاهر این پسر رو که پلیس تا به حال ندیده بود رو اینطوری توصیف کردن: موهای بلوند تیره، ریش پرپشت، قد کوتاه و هیکل متوسط. 26 ژانویه سال 1946 توی هیوود کالیفرنیا ویلیام بی فریزر به دنیا اومد. ویلیام بی فریزر پدر جان بود و پاتریشیا مادرش. وقتی جان رو به دنیا آوردن تا مشکلات خانوادگی که داشتن تشدید شد و چند برابر شد، تا حدی که اونا بعد از 2 سال که از زندگیشون میگذشت و از به دنیا اومدن جان میگذشت از هم دیگه جدا شدن. پاتریشیا دست جان رو گرفت و قرار بود دیگه تنهایی زندگی بکنن. اونا هنوزم توی هیوود کالیفرنیا زندگی میکردن. سالیان سال میگذشت و فصلا ورق میخوردن و همه چیز سر جای خودش بود. هیچ چیز بهتر نمیشد، ضمن این که خیلی هم بدتر میشد. پاتریشیا یه زن دست تنها بود که باید جان رو تربیت میکرد، پرورش میداد و بهش رسیدگی میکرد که از همه لحاظ روانی، روحی، مالی همه چیز سخت بود براش. بنابراین به این فکر افتاد که چطور ازدواج بکنه. این فکر چندان هم مناسب نبود به خاطر اینکه جان اصلا موافق نبود. تقریبا میشه گفت 10-12 سالش بود که خیلی زود با پلیس به مشکل برخورد. اینجا دقیقاً زمانی بود که مامانش توی گیرودار ازدواج بود. جان از اولش هم میشه گفت یه جورای شر درست کن بود، اما خیلی بچه آرومی بود. تمام کسایی که راجع به گذشته‌اش صحبت میکنن اینو به وضوح میگن که اینقدر آروم بود که حتی از وجودش با خبر نمیشدی. چیزی که راجع به قاتلای واقعا خطرناک وجود داره اینه که اونا شدیداً آرومن و وقتی یه نفر میخواد توصیفشون بکنه اولین چیزی که میگه این که خیلی آروم بود. از بچگی هم آدم آرومی بود و همین میتونه واقعا یه چیز ترسناک راجع به اون قاتل باشه. اینکه طرف آرومه و سرش تو کار خودشه به این معنی نیست که میتونه آدم خوبی باشه یا بی‌آزار باشه. درست چیزی که خود جان از کودکی بود و جان این رو قشنگ به تصویر کشید. اگه من آرومم و حرف نمیزنم به این معنی نیست که نمیتونم کسی رو به قتل برسونم. میشه گفت این یه جورای شعار جان بود. البته چیزی نبود که خودش بگه، ولی چیزی بود که خودش واقعا عمل میکرد. تمام عمرش طوری که همسایه‌ها میگفتن، دوستاش میگفتن، کسایی که از بدو تولد باش بودن تا وقتی که موهاش هم رنگ دندوناش شد همه میگفتن آدم خیلی آرومی بوده. اما این آروم بودن از کجا شروع شد؟ بیایید به زمانی بریم که میرفت مدرسه. وقتی وارد مدرسه شد نمیتونست درس بخونه و مامانش که همش فکر ازدواج کردن بود نمیتونست بهش هیچ کمکی برسونه. از اون بچه‌هایی بود که معمولاً باید بهشون میگفتی چی کار بکنن چی کار نکنن. معمولاً توی این سنا بچه‌هایی داریم که 2 دسته هستن. اولش اونایین که خب خودشون خودجوش همه کاری میکنن و واقعا میتونن از پس همچین کارهایی بر بیان، اما سری دوم بازیگوش هستن و نمیتونن این کار رو بکنن. باید حتما یه دست زور روی سرشون باشه. یاد بچگی خودم افتادم که تا اشکمو در نمی آوردی درس نمیخوندم. دقیقاً جان از همین آدما بود و پاتریشیا هیچ اهمیتی نمیداد که درس میخونه یا نه. اینکه مدرسه میرفت اینقدر نمراتش پایین بود اعتماد به نفسش رو ازش گرفته بود و نمیدونست چطوری درس بخونه. همونطور که میگم نیاز داشت که یه نفر همش زیر پر و بالش رو بگیره که حتی یک بارم پاتریشیا این کار رو انجام نداد. نمرات پایینش و سرکوفتایی که معلما بهش میزدن همش باعث میشد که اعتماد به نفسش کم بشه و بچه‌ها زیاد روش حساب نمی‌کردن. کلا اینجوری بود که منزوی شد. از وقتی وارد مدرسه شد کاملا منزوی و گوشه‌گیر شد، حتی بیشتر از قبل.
قبل فقط یه خورده آروم بود، کم حرف میزد، کم آتیش میسوزون، اما وقتی وارد مدرسه شد کلا رفت توی انزوا و گوشه‌گیری. همیشه از جمع دوری میکرد، از حرف زدن اجتناب میکرد و خب بقیه هم زیاد بهش کاری نداشتن. مثلا اینجوری نبودن که جان بیا با ما بازی کن، بیا تو فلان نظرسنجی شرکت کن و کلا کاری به کارش نشه. یه جا انگار خاکستری بود، کسی اونو نمیدید. همین باعث شد که خیلی دوران مدرسهش سخت بگذره و متنفر بود از مدرسه رفتن برای کسایی که خیلی هم درس خونن یه جای عذاب الهیه، اما واسه کسایی هم که نمرات پایینی دارن یا هیچ دوستی ندارن و اصلا بهشون خوش نمیگذره هم خیلی بدتره. همینا باعث شد که جان درست توی سن 15 سالگی، زمانی که توی متوسطه دوم یعنی راهنمایی بود، ترک تحصیل کرد. خب به هیچ دردی نمیخورد، هیچ استعدادی نداشت، حتی توی ورزش، حتی توی دوست پیدا کردن هم استعدادی نداشت. بدون هیچ دوست و رفیقی و هیچ معاشرتی مدرسه رو ترک کرد. بعد از ترک مدرسه نمیشه گفت وضعیتش خیلی بد پیش رفت، اتفاقا نه، خیلی هم خوب بود، خارج از انتظار، یعنی خارج از چیزی که مردم فکر میکردن. اتفاقا خیلی خوب تونست راهش رو پیدا بکنه. معمولا کسایی که درس نمیخونن وقتی از مدرسه میان بیرون تازه استعداداشون شکوفا میشه و این اتفاقی بود که برای جان افتاد. وقتی از مدرسه بیرون اومد بیکار بود و نمیدونست چی کار بکنه. از اونجایی که به ماشین خیلی علاقه داشت تصمیم گرفت که بره و مکانیکی یاد بگیره. از شاگردی شروع کرد. حدوداً دهه 60 بود که شروع کرد از شاگردی کردن تا وقتی که خودش یه پا اوستاکار شد. کم کم وضعش خوب شد. اخلاق خوبی که داشت، مدارایی که با مشتریان میکرد باعث شد از همون شاگرد بودنش مشتریای ثابت خودش رو پیدا بکنه. همین باعث شد که توی یک شرکت استخدام بشه. شرکتی که دارم میگم اون چیزی نیست که شما فکر میکنید. در واقع یک گاراژ خیلی بزرگ بود که تعمیرکارای مختلفی داشت و مشتری‌ها رو پذیرش می‌کردن. اونجا تونست حقوق خودش رو داشته باشه، با همکاراش معاشرت خوبی داشت و کم کم ارتباط برقرار کردن رو یاد گرفت. وضعش واقعا خوب شده بود، خصوصا از لحاظ مالی. اعتماد به نفسش هم خیلی بالا اومده بود و دیگه با پاتریشیا زندگی نمی‌کرد. توی تمام این مدت که ترک تحصیل کرد و داشت مکانیکی یاد میگرفت، پاتریشیا ازدواج کرد و اینجوری بود که اونو از کالیفرنیا به سانتا کروز نقل مکان کردن، جایی که این پرونده اتفاق میفته. در واقع این پاسکالی که گفتم بهش جان پاسکال فریزر هم میگفتن فامیلی ناپدریش بود. برای همین بعضی وقتا به اسم جان پاسکال هم اونو صدا میزدن، گرچه خودش اصلا خوشش نمیومد چون قاعدتاً اصلا با ناپدریش حال نمی‌کرد. بعد از اینکه پاتریشیا ازدواج کرد و به سانتا کروز اومد، قاعدتاً پسرش هم باهاش اومد، اما دیگه با اونو زندگی نمی‌کرد. مستقل شده بود و همونطور که گفتم وضعش خوب شده بود. اینجا بود که اونم به این فکر کرد که بهتر که ازدواج بکنه. اینجا بود که با زنی به اسم دلورس آشنا شد. دلورس قرار بود اولین و آخرین زن زندگیش باشه، کسی که توی خیلی از مراحل خاص زندگیش همراهش بود. بعد از ازدواج اینا حتی بچه دار هم شدن. دیگه زندگی واقعا برای جان به ته خوشبختی رسیده بود. ته اون چیزایی که فکر میکرد خیلی خفنن رو به دست آورده بود. اینجا بود که معمولاً دو حالت داره، یا آدما به موفق بودن ادامه میدن یا خوشی میزنه زیر دلشون، که فکر کنم حدس بزنید که جان از کدوم دست آدما بود. دقیقاً اینطوری بود که خوشی زد زیر دلش و شروع کرد به مصرف کردن موادهای روانگردان و مخدر. دقیقاً هم از LSD و یه سری قرص‌های روانگردان استفاده کرد که باعث میشد خیلی هزیون بگه و خب خانواده و زن و بچه‌ش رو اذیت بکنه. دلورس خیلی با این قضیه مشکل داشت، شدیداً مشکل داشت. چند سالی باهاش کنار اومد و حدوداً توی دهه 1970 بود که دیگه کاملاً به مشکل خوردن با هم دیگه. چندین سال بود که داشت تهدید میکرد که ببین اگه بخوای این کارو تو ادامه بدی دست بچه‌مو میگیرم و از زندگیت میریم بیرون. اما خب هیچ وقت اینو عملی نکرده بود تا اینکه همه چی به شکل خیلی عجیب‌تری پیش رفت و شاید میشه گفت نقطه عطفی بود برای اینکه این پرونده کلاً استارت بخوره. شاید دقیقاً همین چیزا بود که انگیزه از چنین قتل وحشتناکی رو برملا میکرد که انگیزه چی میتونست باشه. توی همین سال 1970 بود. نمیدونیم جان داشت تلاش میکرد که ترک اعتیاد بکنه و LSD مصرف نکنه یا بکنه یا نه. نمیدونیم داشت اون قضیه چه جوری پیش میرفت، اما خب بدتر شد و هیچ فرقی نمیکرد که بخواد ترک بکنه یا نه. همه چی از جایی شروع شد که توی یک تصادف سنگین رانندگی شدیداً حالش بد شد،
زخمی شد، سرش ضربه دید و رسما داشت میمرد. یعنی رسما دکترها اینجوری بودن که زنده یا مرده بودنش دست ما نیست، کاملا شانسیه. کاملا توی کما رفته بود و حالش خیلی بد بود و همه داشتن برای زنده موندنش دعا میکردن. بعد از مدتی به هوش اومد، حالش خوب شد و حتی زنده موند. این شبیه یک معجزه بود برای خانواده‌اش، اما اون زنده موند. ولی به محض اینکه اولین کلمات رو با دلورس و پاتریشیا صحبت کرد، اونا مو به تنشون سیخ شد، چون حرفایی زد که کسی فکرش هم نمیکرد. به شکل عجیبی راجع به یه سری چیزای مسخره صحبت میکرد که شاید اگه یک آدم عادی راجع بهشون صحبت بکنه مسخره به نظر نیاد، خیلی منطقی به نظر بیاد، اما طوری که خود جان راجع بهشون حرف میزد واقعا مضحک بود و کسی باور نمیکرد. جان وقتی شروع کرد به صحبت کردن گفتش که خدا باهاش صحبت کرده، گفت خدا رو دیده و یه سری چیزا بهش گفته و بهش مأموریت داده. اون گفت که من مرده بودم اما خدا منو زنده کرد و بهم یک مأموریت داد تا بتونم این رو به عمل بیارم و کره زمین رو نجات بدم. قاعدتاً این مأموریت ربط خیلی مستقیمی با پرونده امشب داره. دلورس بعد از شنیدن این حرفا بدون اینکه ازش بپرسه چی شده، مأموریت چیه یا حتی پرسجو بکنه بخواد کنجکاوی بکنه، قید همه چی رو زد. دست بچه‌شون رو گرفت، رفت تقاضای طلاق داد و خیلی زود ازش جدا شد. اما برای مردی که بهش چنین مأموریت سنگینی داده شده بود قاعدتاً فرقی نمی‌کرد که زن و بچه داشته باشه یا نه و مهمترین چیز مأموریت بود. وقتی که خوب شده بود زنگ زد به شرکت مکانیکی که فکر می‌کردن زنگ زده که بگه میام سر کار و حالم خوبه و این داستانا، اما وقتی تلفن رو برداشتن و جان پشت خط بود برگشت گفتش که دیگه سر کار نمیام چون بهم یه مأموریت الهی داده شده و میخوام که اون رو انجام بدم و به کار نیازی ندارم. اینجا بود که دیگه نه کار داشت، نه همسر داشت و نه قاعدتاً اون زندگی قبلی رو. همه چی به شکل خیلی عجیبی تغییر کرده بود. پاتریشیا که مامانش بود هیچ اهمیتی به این قضیه نمیداد، سعی نمیکرد که چیزی رو درست بکنه، اما تا یه حدی. این حد دقیقاً این بود که خب ما میدونیم که جان دوست و رفیق داشت. از وقتی که وارد مکانیکی شد، از مشتریاش، از دوستای دیگه‌اش که همکارش بودن، دوروبری‌هایی پیدا کرده بود و خب قاعدتاً بعد از اینکه پاتریشیا رفت دیگه رسما فقط رفیق بازی براش مونده بود. معمولا وقتی با هم وقت میگذروندن دوستاش متوجه شده بودن که این جانی نیست که همیشه بود و این جانی نیست که رفیقشون بود. یه سری چیزا توی جان کاملا تغییر کرده و این سری چیزها این بودن که کاملا علایق و چیزایی که دوست داشت و سرگرمیاش به شکل عجیبی تغییر کرده بودن. مثلا جانی که تا قبل از این اصلا نمیدونست فال قهوه چیه یا پاسور بازی و فال گرفتن با پاسور چیه، الان به تاروت علاقه پیدا کرده بود. خب تاروت یه چیز تقریبا عجیب غریبه، تا جایی که من شنیدم مثلا چیز جادویی به نظر میاد و خیلی چیزای رموز خیلی عجیبی داره و خب همینم دور و بریاشو اذیت میکرد دیگه و خیلی دوست داشت توانایی‌های مرموز و جادویی تاروت رو به دست بیاره و خیلی 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 روی این بازی حساسیت پیدا کرده. حالا بازی بهش میگن یا فال بهش میگن، هر چیزی خیلی روش حساسیت پیدا کرده بود. اینجوری که مثلا وقتی فال میگرفتن یا کاری باهاش انجام میدادن و یکی از کارتا بالا میومد شدیداً واکنش نشون میداد. مثلا کارت مرگ اگه بالا میومد خیلی واکنش نشون میداد، میترسید و خب حالی به حالی میشد و برای شبیه یک سرگرمی نبود. گرچه که مرگ توی تاروت به معنی یک زندگی جدید یا شروعی دوباره است، همچین چیزی، اما خب به هر حال همین واکنشات شدید و صحبت راجع به چیزای عجیب و غریب باعث میشد که دوستاش از هم صحبتی باهاش و در کنارش بودن لذت که هیچ نمی بردن، اذیت هم می شدن. کم کم رابطهشون رو باهاش کم کردن و وقتی اصلا اسم جانی می اومد هم می گفتن بابا اون که بالا خونه رو کامل اجاره داده و اصلا معلوم نیست چه شده. اما برای جان اصلا مهم نبود. حتی چند بار پاتریشیا و دلورس سعی کردن که ببرنش روانپزشک، سعی کردن که بهش بگن که کاری که داری میکنی عادی نیست و میتونه حالت بد باشه و نشونه‌های بدی باشه، اما گوش نمیداد. از اونجایی که خب یک آدم بالغ بود اونام نمیتونستن که دستشو بگیرن به زور ببرنش، صرفا بهش پیشنهاد میدادن و اون رد میکرد. همین باعث شد که کاملا همه اطرافیانش ازش دور بشن. رسما اون به همون آدم منزوی که توی بچگی بود تبدیل شد، چه بسا بیشتر، چون الان سنش بیشتر بود و یه جورایی که رد داده بود
بیشتر باعث میشد که منزوی بشه. پاتریشیا مامانش که کلا بیخیالش شده بود، دولورس همسرش که دیگه اصلا سراغش هم نمیگرفت، رفیقاش هم که کلا فراموشش کرده بودن. برای همین تصمیم گرفت که به یک کلبه توی جنگل بره. این کلبه شدیداً معروفی خواهد بود توی این پرونده، به خاطر اینکه اتفاقات عجیبی توش خواهد افتاد. این کلبه برای پاتریشیا بود و پلیسا میگفتن که کلبه خیلی زیبایی بوده و اینکه پیداش کردیم و وارد شدیم واقعاً حس عجیبی بهمون میداده. این کلبه عجیب و غریب که توی دل جنگل بود رسما به بعضی خونه‌ها دید داشت، یعنی از فاصله چند مایلی میتونستی توی بعضی از عمارت‌های مخصوص رو ببینی. راهش هم اینجوری بود که توی دل جنگل بود و درست از روی یک رودخونه خیلی عمیق و بزرگ یک پل چوبی کشیده بودن که با سیم به هم وصل شده بود و از این پله که رد میشدی به کلبه میرسیدی. جان برای لوکیشن جدیدش این کلبه رو انتخاب کرده بود و توی این کلبه زندگی میکرد و تنها سرگرمیش بازی کردن با تاروت بود و اون با این کار خودشو سرگرم میکرد و بیشتر به عقاید پارانویدی و اسکیزوفرنی خودش دامن میزد. خیلی جالبه که بدونید توی این کلبه حالش خیلی بد شده بود، یعنی خودش نمیدونست اما ما که خوب میدونیم که چه کارای احمقانه ای ازش سر میزد. در واقع توی این کلبه مدت زیادی مونده بود و به گفته خودش هر روز صبح خدا اونو از خواب بیدار میکرد، چون قاعدتا اینو با هم یه معامله‌ای کرده بودن، یک قراری با هم دیگه داشتن. هر روز صبح توسط خداوند بیدار میشد و خدا اینجوری بهش میگفت که پاشو، آدما امروز صبح هم دارن زمین رو نابود میکنن و به طبیعت آسیب میزنن. و میدونید در جواب جان به خدا چی میگفت؟ بیدار میشد و به خدا میگفت بابا یک روز مرخصی بده دیگه، بزرگوار خسته شدیم. اما خب در اصل کسی که داشت خودش رو تشویق میکرد که دنیا رو نجات بده خودش بود. اون توی این بره از زمان به مامانش پاتریشیا گفته بود که تمام بدبختی هایی که زمین داره به خاطر وجود افراد ثروتمنده. اونا با خودخواهی خودشون و مادیگراییشون دارن زمین رو نابود میکنن. فکر کنم یه سری پازل ها رو تا الان کنار هم چیده باشید. اینکه اون کلبه به بعضی از خونه های خیلی گرون قیمت و که متعلق به افراد ثروتمند بودن دید داشت. خانواده ویکتور یا آتر، خانواده مقتول، شدیداً ثروتمند بودن و ویلاشون همون ویلا یا عمارتی بود که اون کلبه پاتریشیا که جانی توش زندگی میکرد بهش دید داشت. اونا افراد ثروتمندی بودن و تجملگرا بودن و جانی جدیداً از هرچی ثروتمند متنفر شده بود. همه اینا ریز ریز جمع شده بودن تا به انگیزه تبدیل بشن و تمام گذشته جانی و اتفاقاتی که از سر گذرونده بود و توضیح دادیم که انگیزه ها مشخص بشن. اما دقیقاً داستان اون کلبه و دستگیری مسخره و خنده‌دار جانی توی اون کلبه دقیقاً چی بود؟ اینجاست که به قسمت شیرین پرونده میرسیم. قبل از اینکه بریم ببینیم دقیقاً اون روز چه اتفاقی افتاده بود و جان چطوری این کار رو انجام داده بود. پلیس این کلبه رو به واسطه مادر جان یعنی پاتریشیا پیدا میکنن. وقتی میرن اونجا قاعدتا همونطور که بهتون گفتم خیلی با محیط حال میکنن و متوجه میشن دقیقاً از جایی که اونها ایستادن ویلای مقتولین مشخصه. داشتن رسما میدیدن که احتمالاً جان از خیلی وقت پیش تمام خونه رو رصد کرده و به سادگی تونسته قبل از قتل تمام رفت آمده خونه رو چک بکنه و بعد از اینکه فرصت مناسب پیدا کرده با پای پیاده از توی درخت‌ها مستقیما به ویلا حمله بکنه. اما اونا رفتن و اون کلبه رو نگاه انداختن و هیچ کس داخل نبود. چند تا کارت تاروت وجود داشت و یه سری به هم ریختگی ها که نشون میداد جان به تازگی هم توی این کلبه بوده اما الان نیستش. پلیس میدونست که فرار کرده و خب فکرش هم نمی‌کرد که چطور قراره دستگیرش بکنن. چند تا افسر پلیس تصمیم گرفتن که تنها جایی که ممکنه حتی 1%، 0.5% یا حتی نصف 0.5% هم بتونن دستگیرش بکنن خب تنها راهی بود که داشتن. برای همین چند تا افسر پلیس اونجا موندن تا نامحسوس کشیک بدن. البته همچینم نامحسوس نبود چون جانی اونا رو دیده بود. نصف شب میشه، حدوداً ساعت 2 شب که اینا از غروب رفته بودن اونجا وایساده بودن. جان برمیگرده که بره داخل کلبه، از هیچی هم نمیترسیده و پلیسا رو میبینه که اونجا هستن و مشغولن. خیلی بی سر و صدا از لابلاشون رد میشه، وارد کلبه میشه، در رو میذاره رو هم، میره توی تخت خوابش و پتو رو میکشه روش و میگیره میخوابه.
نمیدونیم دقیقاً چرا اینقدر اعتماد به نفس داشت و چطوری نمیترسید، چجوری خوابش برد اصلا و اینا به کنار، پلیسا چجوری نفهمیدن از بینشون رد شده و رفته. اما صبحش میخوان اونجا رو ترک بکنن و اینجوریه که خب نیومد و ما امشب چیزی ندیدیم، احتمالا نمیاد دیگه. کی باورش میشه یه همچین قاتلی بخواد برگرده تو خونه‌ای که تحت محاصره پلیسه. یکی از افسرها گفتش که حالا میرم داخل یه چکی میکنم. خیلی شانسی، یعنی اصلا فکرش هم نمیکرد که پیداش بکنه، اما در کلبه رو باز کرد و دیدن که جان کاملا آروم گرفته خوابیده. خیلی عجیب بود برای پلیس، اما خب خوشایند بود دیگه. به هر حال به سادگی دستگیرش کردن و به اداره پلیس آوردن و قرار بود توضیح بده که اون روز چی کار کرده و جزئیات بیشتری از پرونده به پلیس بگه. اولین چیزی که پلیس بهش گفتن همدست کی هستن. واقعا پلیس فکر میکرد که نمیتونسته تنها این کار رو انجام داده باشه. وقتی ازش این سوال پرسیدن اون گفت همدست؟ نه، من با کسی همکاری نمی کنم و گفتش که خودش این کار رو کرده. یعنی طوری نبود که توی فاز انکار فرو بره، چون معمولا چنین کسایی که فکر میکنن مأموریتی دارن یا چیزی واقعا فکرش هم نمیکنن که پلیس بخواد دستگیرشون بکنه. رسما اون متهم 5 فقره قتل بود. برای همین اثر انگشتش رو برداشتن و با تمامی اثرهای انگشتی که به نظر می اومد ممکنه توی صحنه جرم وجود داشته باشه تطابق دادن و با اثر انگشت روی اون تایپر تطابق دادن و کاملا یکی بود و مطابق تمام اثر انگشت‌های سر صحنه جرم بود. اما همه قضیه و اصل مطلب دقیقاً از اینجا شروع میشه. جان از ثروتمندان متنفر بود، چون فکر میکرد که اونا با مصرفگرایی و تجملگرایی زمین رو نابود میکنن. چیزی بود که به گفته خودش خدا بهش گفته. اون میگفت که اونا به حیوونا آسیب میزنن، به طبیعت آسیب میزنن، با خونه‌های بزرگی که دارن و بهونه‌هایی که برای خودش داشت. بنابراین وقتی که اون عمارت رو که از بدشانسی این خانواده که خودشون هم خبر نداشتن دقیقاً زیر دید اون کلبه هستن، وقتی چکش میکنه متوجه میشه که بهترین فرصت برای حمله کردن عصر، زمانی که پسرها توی مدرسه‌ن، ویکتور سر کاره و احتمال 90% فقط ویرجینیا خونه است. اون توی بهترین زمان بندی میکنه و وقتی کسی به جز ویرجینیا خونه نیست با یک اسلحه کالیبر 22 به خونه حمله میکنه. وارد خونه میشه و فقط ویرجینیا تنها خونه بوده. به خاطر اینکه مسلح بوده ویرجینیا نمیتونسته کاری بکنه، برای همین دست و پاشو میبنده و از روسری و پارچه‌های ابریشمی که توی خونه بودن استفاده میکنه. دقیقاً برای هر کدوم از 5 تا قربانی از همین راهکار استفاده میکنه، بستن با پارچه‌های ابریشمی که متعلق به خود خونه بودن. وقتی ویرجینیا رو میبنده، قضیه نبودن بقیه اعضای خانواده از این قراره که پسرها مدرسه بودن، ویرجینیا و ویکتور و منشیشون خونه بودن، اما به خاطر اینکه بچه‌ها خونه نبودن، ویکتور و منشیشون تصمیم میگیرن هر کدوم جداگانه برن دنبال پسرها، چون خودشون بر نمیگشتن خونه، حتما باید با ماشین میرفتی دنبالشون. مدرسه هاشون کاملا از هم دیگه دور بود، برای همین منشی و ویکتور جداگانه رفتن دنبالشون و ویرجینیا تنها خونه موند. جانی از این فرصت به خوبی استفاده میکنه و اینطوری وارد خونه میشه. وقتی وارد خونه میشه ویرجینیا رو میبنده، بهش میگه که باید منتظر بمونی تا بقیه اعضای خانواده بیان و تک تکتون رو با هم دیگه بکشم. تا این فاصله که ویرجینیای بدبخت بسته شده بود و منتظر بود هر آن بقیه اعضای خانواده و عزیزانش برسن خونه تا به دست این آدم وحشی به قتل برسن، این آدم توی خونه داشت حرکت میکرد و تمام چیزایی که توی خونه بودن رو رصد میکرد. اون زمانها یا حتی الان هم توی برخی از خانواده هایی که عشق این کارا رو دارن که ثروتمندم هستن، حالا دیگه کاری به ثروتشون چقدر ندارم، اما قاعدتا این خانواده که خیلی ثروتمند بودن چیزای عجیب غریب زیادی داشتن که اون موقع خیلی روی بورس بوده توی خانواده های خیلی اعیونی. اونم این که از وسایل چرمی استفاده میکردن، از بدنهای خشک شده حیوونا استفاده میکردن که شکار کردن، پوست هایی که کف نشیمن مینداختن برای زیبایی و کلا دکور خونه بیسش استفاده از کشتن حیوونا بود که کار اصلا قشنگی نیست. به نظرم هیچ زیبایی نداره. میتونه زیبایی داشته باشه در جایگاه خودش، اما به طور مصنوعی
نه که طبیعی باشه. همینا باعث میشه که جان واقعا عصبی بشه، خیلی بیشتر آتیشی میشه و بیشتر دلش میخواد که انتقام بگیره از این خانواده که چرا پوست شیر و پلنگ و ببر و اینا رو انداختید کف خونه و ازش استفاده میکنید. واقعا اینجا میتونم بگم تونستم جان رو درک بکنم، اما نه تا حدی که بخواد قتل مرتکب بشه. اما این دیدن همچین چیزایی واقعا اعصاب آدمو خورد میکنه. خلاصه بعد از اینکه منشی وارد خونه میشه، میتونه منشی و پسر 11 ساله رو گیر بندازه، با اسلحه واردشون کنه توی خونه و دست و پاشون رو ببنده و همونجا منتظر ویکتور و پسر دیگه بمونن. بعد از چند دقیقه اونا هم وارد خونه میشن. به خاطر اینکه این مسلح بود و نکته مهمتر چند تا گروگان داشت و نکته مهمتر اینا تک به تک اومدن و خیلی زمان بندی درست بود، هیچ کدوم نتونستن هیچ گونه مقاومتی در برابرش بکنن. و وقتی که همه قربانی ها رو ردیف کرده بود و دست و پاشون رو با چیزای ابریشمی بسته بود، یه دونه تفنگ کالیبر 38 پیدا کرد که متعلق به خود خانواده بود. اینجا بود که پلیس فهمیدن چرا با 2 تا تفنگ مختلف شلیک کرده، به خاطر اینکه یکی از تفنگ‌ها مربوط به خود خانواده بود. بعد از اینکه با شلیک گلوله توی سرشون سعی کرد بکشتشون، متوجه شد که اینطوری به شکل کامل نمیمیرن و اون سعی داشت که خونه رو هرچه زودتر ترک بکنه. بنابراین تصمیم گرفت که کشون اجساد رو تا لب استخر ببره و هولشون بده توی آب. از اونجایی که این کار رو کرد که کاملا جونشون از دست بره و کاربرد شکافی، اگه یادتون باشه از اون اول گفت که توی ریه هاشون آب بوده، میشد تشخیص داد که قربانیان آگاه بودن از اتفاقی که براشون افتاده و بعضیاشون فکر میکنم پسر کوچیکه که اولین بار پیدا شد و یکی دیگه از مقتولین توی ریهش آب بود و بقیه 3 نفر کاملا مرده بودن با شلیک گلوله و 2 نفرشون تا حدی که توی استخر دم و بازدم داشتن و باعث شده بود آب توی ریهشون بره زنده مونده بودن. 1 سال گذشت از دستگیری جان و هیئت منصفه‌ای تشکیل شد متشکل از 4 مرد و 8 زن. روانشناس‌ها بارها بیشتر از 35 جلسه باهاش برگزار کردند تا بفهمن دقیقاً چطور آدمیه، هدفش چی بوده و آیا واقعاً اون دیوونه است یا پای عقایدش تا حدی که آدما رو بکشه وایساده، چون بین این 2 تا خیلی فرق هست. جالبه بدونید که آخر سرم نتونستن متوجه بشن که چی تو سر این آدم میگذره. یعنی بارهای بار گفتن که دیوونه است، بیگناه به علت دیوونگی و باید بستری بشه. بارهای بار گفتن که نه، کاملا هوشیار، آگاه و آگاهانه این کار رو کرده. به خاطر همین در ابتدا توی دهه 1971 تصمیم بر این بود که با صندلی الکتریکی اعدام بشه، اما خیلی زود از شانس این اعدام برخلاف قانون اساسی کشور شد و اعدام ها برداشته شد. برای همینم بهش حبس ابد دادن و قرار بود که تا آخر عمر توی زندان بمونه. خونه خانوادگی آتر با تمام تجملاتی که داشت و تمام چیزای قیمتی که توش بود متروکه موند. هیچ کس دلش نمیخواست پاشو اونجا بذاره. اونجا یه اتفاق خیلی بد افتاده بود و مشخصا سمبل یه چیز ترسناک شده بود. یه اتفاق ترسناک که حتی پلیسا هم میترسیدن. فکر کن یه خونه در حال آتیش گرفتن، همه جا کاملا دوده و تاریکه. تنها چیزی که داره روزنه نور ایجاد میکنه آتیش یک خونه خیلی زیباست با درختایی که دور و بر خونه رو احاطه کردن و به خودی خود توی شب یه ترسی رو القا میکنن و اون لحظه یه چراغ قوه بگیری توی استخر و کلی جسد ببینی. غیر قابل وصفه و واقعا ترسناکه. به هر حال این بود پرونده قتل عام خانواده آتر که به شکل فجیعی جونشون رو از دست دادن. اما آیا واقعا حقشون بود که اینطوری بشن؟ همیشه توی تمام پرونده ها ما اینجوریم که هیچ انسانی سزاوار مرگ نیست، اون هم به دست یک انسان دیگه که بخواد به قتل برسه، حتی اگه هر کاری کرده باشه. میشه گفت تا حدود خیلی کمی اونجاش که خیلی بدش اومد از پوست ببر و شیر و اینا استفاده کرده بودن واسه تزیین خونشون، واقعا با جان موافق بودم که این کار اصلا درست نیست و به خودی خود خون منو به جوش میاره که چه معنی میده آدم واسه تزیین خونش بخواد از همچین چیز بیرحمانه‌ای استفاده بکنه. در واقع یک سمبل ناعدالتی و ناراحت کننده است، نه یک چیز زیبا. برای همینم به نظرم سعی کنیم که با حیوانات مهربون‌تر باشیم و ازشون به خاطر گرما
و زیبایی دوام بالا و همچین چیزایی استفاده نکنیم. به هر حال مرسی که تا اینجا همراه هم بودید و وقت با ارزشتون رو با دارکی میگذرونید. ساعت 5 صبح و این وقتی پرونده ها رو نصف شب ضبط میکنم، خوبیش اینه که صدای دور و بر نمیاد و یک کله من تمرکز دارم که صحبت بکنم، اما نمیدونم چرا صدام تغییر میکنه نصف شب. البته عادیه، مطمئنم میتونید درک بکنید. برای همینم صدام مثل همیشه نیست، خودم قشنگ متوجه میشم اینا. به هر حال کلی دوستتون دارم و توی پرونده بعدی میبینمتون. یادتون باشه که از آدمای تاکسیک دوری کنید و برای کسی آدم تاکسیک نباشید. تا یه پرونده دیگه، خدا نگهدار.